خبرهای اقتصادی امروز 16 فوریه در پیام تیوی. بانک ملی تاجیکستان ذخیره‌های طلا و ذخیره‌های اسعاری گوناگونش را از 5 تا 12% افزایش داده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان حاکم خالقزاده ضمن نشست مطبوعاتی گفت قسمی اسعار ذخیره‌های بین‌المللی دیورسیفیکاسیون شده به آن ارزهای مانند یورو و یوآن شامل هستند. ساختار ذخیره‌های بین‌المللی در آخر سال 2022 اینچنین با نظرداشت مبلغ‌های مخصوص قرضی 86%، طلای منیتری تقریباً 12% و صندوق سرمایه‌گذاری خارجی 2% را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که در طول بیش از 20 سال تاجیکستان ذخیره‌های طلا و اسعاری خود را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. طبق معلومات اخیر آنها حدود 2.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند. پرداخت اندازه راه برای واسطه‌های نقلیات که سپاریدن آن در وقت گذرانیدن معاینه تکنیکی تخصماتر حتمی میباشد بلند شده است. گفته می شود سال جاری پرداخت اندازه راه یا قوه اسب به 5 سامانی و 10 درم برابر شده است. سال جاری اندازه راه برای واسطه‌های نقلیات 0.3 سامانی بلند شده است. این نشان دهنده در مقایسه با یک سال پیش 6% زیاد می باشد. پرداخت این نمود انداز از روی توان محرک نقلیات صورت می‌گیرد. به این ترتیب صاحبان واسطه‌های نقلیات موظفند که از روی هر یک قوه اسب اقتداری محرک ماشینشان 5 سامانی و 10 درم اندازه راه سپارند. در سال 2021 پرداخت این نوع انداز در کشور 4 سامانی و 80 درم مقرر شده بود. پالاتای حساب تاجیکستان سال گذشته در مؤسسه‌های دولتی 191 سنجش گذرانیده در مجموع به مبلغ 375,500,000 سامانی قانون شکنی مالیوی را آشکار کرده است. از این 275,400,000 به بودجه دولتی برقرار کرده شده است. گفته می شود که 29,300,000 سامانی صرف غیر قانونی ذخیره‌های پولی مادی، 1,900,000 کم آمد و از خودکنی مبلغ، 41,700,000 را سرکشی از پرداخت‌های حتمی و دیگر پرداخت‌های بودجه دولتی تشکیل می‌دهد. همچنین قانون شکنی‌ها در کارهای تعمیر و ساختمان 37,500,000، فروش و اجاره اموال دولتی 926,200، نپرداختن انداز 88,500,000 و دیویدندها از روی سهمیه‌های دولتی 5.5 میلیون آشکار کرده شدند. نسبت به 323 کس جزای انتظامی و مالیوی دیده شده، 19 کس از وظیفه برکنار کرده شده است. در سال 2022 حجم معاملات خارجی تاجیکستان 7 میلیارد و 512 میلیون و 900,000 دلار را تشکیل داده است. در سال 2022 با 109 کشور سراسر دنیا معاملات واردات و صادرات مال و محصولات انجام داده است. با کشورهای خارجی دور حجم گردش مال و محصولات 3 میلیارد و 626 میلیون دلار را تشکیل داده است. تاجیکستان به بیش از 2 میلیارد دلار مال وارد کرده، همگی به مبلغ 567 میلیون و 500,000 دلار مال صادر کرده است. سال گذشته چین به ساحه‌های استخراج معدن، آماده سازی نخ بافندگی، استخراج سنگ‌های قیمت‌بها، انتقال و تقسیم قوه برق و ساختمان تاجیکستان 256 میلیون و 800,000 دلار ایالات متحده آمریکا سرمایه وارد کرده است که از این 191 میلیون و 800,000 دلار ایالات متحده آمریکا سرمایه مستقیم و 64 میلیون و 900,000 سامانی دیگر نمودی سرمایه ها می باشد. حکومت تاجیکستان در دایره برنامه قرض‌های دولتی خارجی نیت دارد که در 3 سال نزدیک بهر تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در حجم 1 میلیارد و 160 میلیون دلار قرض خارجی دسترس کند. از جمله سال 2021 جلب 452 میلیون و 900,000، سال 2022 459 میلیون و 700,000 و سال 2023 246 میلیون و 800,000 دلار به نقشه گرفته شده است. دسترسی این مبلغ‌ها اساساً از حساب بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک اسلامی رشد و بانک جهانی پیش بینی شده است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 16 فوریه اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان قدر 100 روبل روسی برابر 14 سامانی و 10 درم است. قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان 1046 سامانی و 85 درم ارزیابی شده است.
بانک ملی قروب میانه فروش 100 یورو را 1120 سامانی و 13 درهم معین کرده است. نرخ طلا: بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1839 دلاری رسا معامله شد. نرخ نفت خام: نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج های لندن 85 دلار و 28 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج های نیویورک 78 دلار و 55 سنت معامله شد.